از خاک پیدا گشته این خاکسار میباید شده، در عالمی صبر و قرار کهسار میباید شده. از قلب پاکت بگذرد دریای مهر مردمی، از بحر کار و خیر و نیک سرکار میباید شده. البته چون ما به این اهل عائله‌ای که این لحظه ها مهمان گشته ایم، دوستان عزیز، مهمانان گرامی، این با تشبسی اولا شادروان اکای گرامی قدر ما، اکای مهربانی ما، اکای بسیار قدردان ما، این البته اکای دوست مراجان است. دوست مراجان اسای که بسیار خدمت های ارزنده و شایسته بهر ما کرده است. زیرا از پستی دار آرزو آر کنید، بزمی طلب دولت دیدار کنید. عالم پوری آدم است، انسان دیده ما را به بزم خود خبردار کنید. همین پسری اکای بسمران البته این لحظه برابر قدردانی ما است که با تشبس همان شخص ما آمده ایم و این مهر و محبت و صمیمیت بی اندازه دارد نسبت ما و نسبت پدر مهربان اکای دوست مراجان شما. بار دیگر قدماتان بالای دیده باشد، سخنهای نیک را البته با یک صمیمیت بی اندازه با سرود ترانه ها روی صحنه هنر دعوت می سازیم. با جذابترین سرود ترانه های تویانه و تاجیکانه و عاشقانه و مادرانه استاد صنعت تاجیک استاد خیرالدین بازار و یادآوری از شادروان اکای دوست مراد و یادآوری از البته پدر مهربان که اکای لامجان سالی 2001 9 ینور توی پدری شاداماد را گذرانده است. اکای لامجان باز سخنهای خوب و خاطرمان از جانب استاد خیرالدین بازار می شود برای همین عائله اسایوفا عائله مجیدوفا. برای من همه شادی و سرور خرسندی و خوشنودی میکنیم به خاطر همین دو کبوتر آسمان عشقی که اندر سما پرواز میکنند و رقص و بازی میکنیم. سرود تران از جانب استاد هنر استاد خیرالدین بازار می شود. مرحبا استاد عزیز. سلامت باشید برنده خوش صدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان، تمام خیش تباری اکای الهام جان، همه شما را به بزم خرسندی دادرچه ما علیشیر جان خوش آمدید گفته. به همه شما سربلندی آرزومندی در امان خدای مهربان باشید. داماد و عروس با همدیگر پیر شوید، در عالم عشق خود جهانگیر شوید. 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دست توی شود، مانندی علیشیر جان و خواهر جان چگونه خوشروی شود. 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرف همسینفا همکوسا یار و دوستا خیش تبار خواهشمندیم برای بزرگی اکای الهام جان و علیشیر جان یک کنسکی بردوام نارقصیدی شود. بهترین کنسکا با تشبس اکای الهام جان با اینجا حضور آمده ایم. یک چهر گفتنی هستن که چنانی که برنده صدا گفتن برادر نزدیک ما شادروان دوست مراجان که در می اولاد در می خیش تبار اگر خطا نکنم
یک 10-15 تویشون گذراندگیم سببگار همه تویا دستمرا جان شادروان بدن. اکای الهام جان اگر همه جا باشن یا نصیب بیان. اکای سلام علیکم. اکای الهام جان مبارک شود. اول از جانب شما یک خشتبار خوش آمدید. سلام علیکم. خشتباران مهمانانی از دور نزدیک آمدند. همه شما رو خوش آمدید میگیم برای توی دامادی و عروسی فرزندانمون. خوش آمدید نور دیده تاج سر. ما خیلی فخر میکنم از آن که حاجی بابا یک سال 2001 توی دامادی و عروسی ما را خدمت گذارند. فرزند کلانی ما گذارند. بود اینا 2 فرزند دیگه ما میکنند. یک فخر برای ما. سلامت باشه برای الهام جان از طرف تمام خشتبار خوشمندیم. یک قرصک نورکی شود. اکا الهام جان مبارک شود. چنان که کیف کردن که ما زنگیری همین اکا جان گذراندیم. اینا توی فرزنداش ما از خدا امید داریم که توی نبیراش گذرانه. خدا با او زور برسونه. نیت نیک نمی دولت. زنده باشین. بازم مبارک شود. مهمانان شهر ایسار نواباد خوش آمدیم. باباز میخرسندی. با در اینجا چی گفتنیم که اکای الهام جان یک شخص بزرگن که اول آدمای بزرگ میگفتن که با یک تیر 2 پختک میزنن. این اکای الهام جان با یک تیر 3 پختک زدیسته. یکمش که بچه را خانه دار کرد دختر را شوهر دار کرده با توی سنتی داره. این بزرگه. این مرده که خوبم که بزرگی است که زنده باشه. ما در خدمت شما در اینجا میگیریم. آچه جانا آمدیم. خواهر جانا اپا جانا برای آچه جانا سرودی مادر بعد برقص بازی مرحمت داماد در روز به جای خود نشینین. ما در خدمت شما ای بندگان خدا.
شما پدر و مادر است، یک قرصک خود را دریغ نمی‌داریم. سلامت باشیم. ما در خدمت شما مرمت هم سیفا هم کلسا مهمانان از طرف عروس آمدگی خواهشمندیم. یک بزم روانی برای توی دادرچه ما.